اگه دنبال یه شام راحت و بدون دردسر می‌گردی، من بهت این کوکو پیتزایی رو پیشنهاد میکنم. به قدری خوشمزه است که همه عاشقش میشن. پر از عطر و طعمه، تازه درست کردنش هم خیلی راحته. پایه اصلی این کوکو سیب زمینی پخته برنده شده هستش به همراه 3 عدد تخم مرغ. بقیه چیزایی که بهش اضافه میکنم مثل فلفل دلمه‌ای، ژامبون و قارچ کاملا سلیقه‌ایه و شما میتونید به سلیقه خودتون هر چیزی که دوست دارید بریزید. پنیر پیتزا، آرد، نمک و بیکینگ پودر هم به بقیه مواد اضافه میشه و به عنوان ادویه من داخلش مثل همیشه سبزی ایتالیایی میریزم. همیشه هم گفتم این ادویه داخل غذاهای فست فودی واقعا قوقا میکنه و هر عطر و طعمی که لازم دارید به غذاتون میده. اگه سبزی ایتالیایی نداشتید جایگزینش رو داخل کپشن براتون می‌نویسم. همین مواد رو به خوبی با هم دیگه ترکیب بکنید و بعدم داخل تابل سرخش کنید. نکته که خیلی مهمه اینه که حتما سیب زمینیاتون رو بعد از اینکه پختید و رنده کردید بذارید کاملا خنک بشه. حتما روغنتون به خوبی داغ شده باشه. موادو که داخل تابل ریختید اول درش رو ببندید، ولی بعد از اینکه برش گردوندید دیگه در تابل رو نذارید. اینطوری یک کوکوی خوش رنگ، ترد و خوشمزه دارید. موقعی سرخ شدنش یه عطر و بویی توی خونتون میپیچه که همه رو دیوونه میکنه. واقعا هر چقدر از خوشمزگی این کوکو پیتزایی بگم کم گفتم. راستی ادویه سبزی ایتالیایی مرغوب و دستساز میتونید از پیج محصولات خودم که داخل کپشن میذارم یا از طریق سایتمون تهیه کنید.